اولین بدبختی عید امسال اینه که تحویل سال صبح افتاده. همیشه هم وقتی که این اتفاق میفته یه سری هستن که 30 ثانیه بعد از تحویل سال میرن دم در خونه فک و فامیل زینگ مهمون دارین. 8 صبح اومدی کنکور بدی قربون شکلت، رو سردر خونه ما زدن کله پاچه و حلیم نان داغ. ناموسن چرا سر صبح اتک میزنی به مردم؟ خدا رو خوش میاد؟ بله سلام، عیدتون مبارک. عید شما هم مبارک. چی آقا جان اول صبحی؟ عمو در رو باز نمی کنی؟ اوه لشکر ناپلئون بوناپارت. من عمو نیستم پسر جان، من سرایدارشونم. عمو رفته مسافرت. اصلا بر ما مهم نیست، ما اومدیم عیدی بگیریم. باشه عیدی تو نمیفرستم پایین. عمو هستی؟ من این لحظه اومده بودم آجیل بردارم ها. بچه بیاین بالا عمو خونه است. عمو ولی سرایدار بیشوری داری یا الکی میگفت نیستی که ما نیایم بالا. اینو حتما اخراجش کن.